امروز 4 سپتامبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخط موضوعهای روز. برگی نیو شکرپاره و یا منوره‌های خربوزه و تربوز در دوشنبه. در عید خربوزه ساکنان پولیزی‌ها را ارزان‌تر خریدند. با درجه عالی 4 تا خربوزه 10 تا بگیرید تو. با خیر رحمت. لباس‌های حیرانی صاحبانی گمنام حمله‌های طالبان در شهر غزنی سرنوشت مردانی را که لباس جشنی فرمایش داده بودند نامعلوم کرد. لباس فرمایشی آماده شد ولی از صاحبانش درکی نیست. نمیدانم که زنده اند یا مرده. و نقاش تاجیک زنی اوریون را همچون اعتراض به جامعه مردسالار نمایش داد. آیا میتوان با چنین نمایش در مقابل جامعه سنتی کامیاب شد؟ و شروع میکنم از آن که پرونده مرده که ҳамсарашро با 13 ضرب کرد کشته بود در دادگاه شهر دوشنبه مуҳокима میشود. داستانی پایتخت تحقیق پرونده باباجان شیرینزاده را دیروز به پایان رساند. شیرینزاده در کشتار بیرحمانه همسر سابقش ماهره یتیمова متهم است که 3 ماه پیش اتفاق افتاد. مقامات تفتیشاتی گفتند نواری ویدیویی قتل ماهره یتیمова به دست آنها رسید که در آن لحظه ماجرا و کردزنی ثبت شده است. در صورت ثابت شدن اتهام شیرینزاده را از 15 تا 25 سال زندان انتظار است. امروز در یکی از بازارهای شهر دوشنبه عید خربوزه را تشکیل کردند. چون این جشنواره چند سال به این سو برای ساکنان تاجیکستان امکانیت میدهد که نوهای مختلف این پولیزی را با نرخ‌های نسبتاً ارزان بخرند. عید خربوزه امسال چگونه گذشت در گزارشی برای یوسفی میبینه. حدود 100 تن تربوز و خربوزه و دیگر انواع محصولات کشاورزی را در عید سیر خربوزه در بازار مهرگان دوشنبه به نمایش و فروش گذاشتند. تربوز و خربوزه نمایشگاه محصول کشاورزان ولایت سوغد و ختلان و نواحی تابع مرکز بود. امروز من این عید خربوز و تربوزا با من 450 دانه خربوزه آوردم. این 220 گلابی بود، 230 آبی نوات بود. حاضر где-то 150 تا مونده، 130 تا یعنی خیلی ماند. همش مردم خرید уже. ساکنان که سال جاری از گرانی نرخ تربوز و خربوزه زیاد شکایت می‌کردند، قیمت خربوزه و تربوز به نمایش گذاشته در عید سیر خربوزه را هر گونه بها می‌دادند. 40 сум بود، 50 сум بود نگیریم. آزی 20 сум گرفتیم نمیدن. هم بازارای اصولا همین نرخه. با اینجا قیمت‌تره. پولی گرفتیم. اینا 20 сум گرفتم. اون بازار در این ارزان‌تر میگیره با. نه پیشتر یه مخابره را 30 سум 35 تا 40 سум خریدیم. نه خودی 25 سум بسیار ارزان است. بسیار خوب. با درجه عالی 4 تا خربوزه 10 تا بگیرید تو. با خیر رحمت با تشکیل کردگی. به نظر می رسید که کشاورزان آخرین حاصل تربوز و خربوزه امساله کشتزارشان را به نمایشگاه آوردند. امسال بود هوا کمتر گرم آمد، از همین سبب کسل شد، فلک آمد، هیچ قاق شدند. این در حالی است که وزارت کشاورزی تاجیکستان از حاصل فراوان تربوز و خربوزه در سال جاری اطلاع می دهد. امروز کشاورزان جمهوری در میدان 17,000 گکتار کشتی پولیزی‌ها گذراندند که تا 1 سپتامبر سال جاری 13,000 آن به طلب جمع‌آوری کرده شد. این جمع‌آوری پولیزی‌ها در جمهوری با صورت ادامه داشته. امروز باز گفته می‌شود که تربوز و خربوزه پولیزی‌ها در بازارها فراوان می‌گردند. وزارت کشاورزی تاجیکستان قبلا گزارش داد که در 6 ماه سال جاری در کشور حدود 262,000 تن پولیزی‌ها مخصوصاً تربوز و خربوزه جمع‌آوری شده است که حدود 23,000 تن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. اما تاجران شکایت می‌کردند که تربوز و خربوزه داخلی تقریباً نیست و آنها این محصولات لذیذ و سرخرید کشاورزی را از ازبکستان وارد می‌کنند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. بعد 9 سال ازبکستان از نو به شورای همکاری‌های کشورهای туркзабон داخل می‌شود. نشست سرانی عضو این سازمان روز دوشنبه در قرقیزستان برگزار گردید. شورا سازمان بین‌الخلقی است که کشورهای туркзабон معاصر را متحد می‌کند. ازبکستان و ترکمنستان سال‌های اخیر در کار این سازمان اشتراک نمی‌کردند. روز 3 سپتامبر رهبر ازبکستان شوکت میرزیوف در نشست حضور داشت. با نوشته خبرگزاری ریترز احتمال ترکمنستان هم به این سازمان برگردد. در بین دولت‌های آسیای مرکزی تاجیکستان یگانه کشور بیرون مانده از این سازمان است. خیرمان بخوازاده گزارش می‌دهد.
روز 3 سپتامبر در آسایشگاه چولپاناتای قرغیزستان پرزیدنت این کشور سورونبای جینبکوف به حیث میزبان پرزیدنت ازبکستان و سروزیر مجارستان را در نشست سران سازمان همکاری‌های کشورهای ترکزبان پذیرایی کرد. از نام کشورهای عضو من پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف و سروزیر مجارستان ویکتور اوربان را خیر مقدم میگویم. میخواهم از تصمیم ورود دوباره جمهوری ازبکستان به شورای همکاری کشورهای ترکزبان قدردانی کنم. ازبکستان از سال 2009 به این طرف در نشست‌های سران کشورهای عضو این سازمان اشتراک نمی‌کرد. امسال پرزیدنت شوکت میرزیویف همراه با رهبران ترکیه، قزاقستان و آذربایجان، رجب طیب اردوغان، نورسلطان نظربایف، الهام علیف در این نشست شرکت ورزید. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان برای اولین بار همچون ناظر در کار این سازمان شرکت میکند. برای شرکت در این نشست پرزیدنت جمهوری تاتارستان روسیه نیز دعوت شده است. ترکمنستان که سر سال 2009 در این گونه نشست‌ها حضور نداشت، این نوبت گفت که میخواهد به شورا برگردد. در چهارچوب نشست رهبران از مجتمع یادگاری نویسنده مشهور قرغیز چینگیز айтматов زیارت کردند. نگاه میاندازیم به افغانستان. نیروهای امنیتی افغانستان ناحیه نهرین ولایت شمالی بغلان را از طالبان پاککاری کردند. صبح 4 سپتامبر والی این ولایت عبدالحی نعمتی به رادیو آزادی گفت که در برخورد شب 3 سپتامبر کمش 6 طالبی سلاح به دست کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. به قول خبرنگاری رادیو آزادی نارامی‌ها باعث فراری هزارها فرد آسایشته به جایهای امن شد. از جمله در شهر غزنی واقع در جنوب غرب کابل هم پس از حمله طالبان در ماه گذشته 10 نفر کشته و زخمی شدند. در عین زمان حمله ها برنامه زندگی صدها نفر را به هم زد. تعدادی از آنها حتی نتوانستند لباسهایی را که در خیاطی ها فرمایش داده بودند به بر کنند. ادامه موضوع از سجیده میرزا. این لباسهای زیبا کیها باز آماده شده انتظار صاحبان خودند، اما فرمایشگران آنها بی نام و نشان شدند. این لباس ها را در شهر غزنی برای عید فرمایش داده بودند، ولی برخی خیاطان میگویند پس از حمله مسلحانه طالبان به شهر غزنی که 10 نفر را کشته و گمنام کرد، لباس های آماده صاحبان خود را منتظرند. لباس فرمایشی آماده شد ولی از صاحبانش درکی نیست. نمیدانم که زنده اند یا مرده. اینجا 80 جفت لباس آماده کردند. کوم جنگ چې د اختر نمخ کې تیر شو د کوم خلکو کالی چې نزد ما تقریبا 560 570 جفت لباس مانده است. جوړی کالی د مو سره پاتې دي. خیاطان شهر میگویند بعضی ها اندازه لباس و شماره تلفنشان را گذاشته بودند، ولی حالا این تلفن ها خاموشند. شهر غزنی که تقریبا 1 ماه پیش شاهد حمله شدید جنگیان طالبان بود، اکنون به وضع قبلی برمیگردد. در نتیجه حمله به غزنی بعضی دکانها به کام آتش رفتند و تعداد زیاد مردم مجبور شدند از خانه‌های خود فرار کنند. ما برمیگردیم به تاجیکستان. نمایشگاه غیرعادی در دوشنبه 10 نفر را گرد هم آورده است. بار اول نقاشی جوان معرفت دولت و تصویرهای بدن урёни زنان تاجیک را به نمایش گذاشت. خود رسام میگوید با قالب شکن است. سویناز روح‌الله در این نمایشگاه بود. در این تصویر به باور مؤلفش یک نوع اعتراض به نابرابری‌ها میان زن و مرد تاجیک است. این را میتوان همچون یک واکنش هم به تحقیر مردان گفت. من زنم و متاسفانه نه یک بار و دو بار نگاه های بیشرمانه مردان را نسبتا مشاهده کردم. بارها تحقیر میکردند و میشنیدم که بعضی از قسمت های بدنم را هم مُحاکیمه میکردند که این را خیلی بد میبینم. خواستم به یک قسمتی مردان نشان میدهم که بدن زن یک چیزی معمولی است و نباید آن را زیاد مُحاکیمه کرد. تصویر اولین زن نیم اوریانی معرفت سال 2016 در یک نمایشگاه در وین گذاشته شد و بعداً به اینترنت راه یافت و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. روز نمایش اثرهای معرفت نیز از انتقاد خالی نبود. البته این تصویرها خیلی جالبند، اما برای فرهنگ ما بیگانه است. به مؤلف هم باید تحسین گفت که ناترسیده چنین نمایشگاهی تشکیل کرد، اما فکر میکنم نباید به فرهنگ بیگانه رو آوریم، زیرا زنها در فرهنگ ما همیشه پاک و بی آلایش بودند و با این همیشه فرق میکردند.
онҳое ҳам ки мегӯянд ҷомеа метавонад ба оҳистагӣ ин ҳамаро одат кунад кам нестанд. занҳое ки инҷо тасвир ёфтаанд воқеан хеле зебоянд. рассомони мо одатан табиатро наққошӣ мекунанд, аммо аксҳои зан хеле кам аст. маърифат хатмкардаи донишгоҳи технологии тоҷикистон бо тахассуси рассом стилист аст. мегӯяд ҳеҷ гоҳ аз танқиду нигарониҳои тамошобинони намоишгоҳаш нороҳат намешавад. бовар дорад ки ҷомеа аз ҷумла мардон ба ин гуна наққошиҳо одат мекунанд ва нобаробариҳо дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон рӯзе аз байн меравад. барномаи хабарии радиои озодиро идома медиҳем. нобиноӣ заф нест. ин шиёри омӯзандаи як сокини шаҳри Кӯлоб аст ки ба қавле аз 5 панҷааш ҳунар мерезад. ӯ ба мисли бархе ҳам тақдиронаш шикоят аз зиндагиро намеписандад ва тавонистааст рӯзгори худу хонаводаашро рангин намояд. чӣ гуна як зане ки ҳеҷ гоҳ рӯшноиро надидааст, вале тавонистааст муҳтоҷи касе нашавад, дар лавҳаи навбатӣ мебинем. Yosh xishruy bitkitkem ahi ta'aruf رو خونزالی خشرو ورسته وقتا کمتر میفهمی تعرض خشروهای پس وقتی که از خودی رفت مخرم گفتم که من ایکار نمیترسم، من فقط از این میترسم که بگم من خودم دل شکسته یا باید دل شکسته نشم، بیمارق نشم. ما در یک عائله 5 نفر نابینا هستیم. 5 نفر، یک دختر من 4 پسر خیلی نابینا هستیم. ببین نابینا وقتی که آدم در خونهش معیوب داشته باشه باید این مدت یگان کار از دست معیوب نگیره. با مانده رنگ آدم سالم کار کنه. ای نتونستی ای چی نکردی بخیل نگه، برای که وقتی که هم خیلی میکنه با همه کار عادت میکنه. وقتی که خمیر همه خیلی میشوه میرسه یک صدا داره. اینجا میفهمم که همین خمیر ما تیار شدگی خیلی دارش. بازی با همون نابیناییش کاری میکنه با ما نمیکنه. چپاتی هم میکنه باید نگاه توی میشه مرکه میشه هم مجزه با میپزه میبره. که همین وقتی خمیر رو خمیده همیره در برش مون که همین خمیر رو حس نکنه که من تنهایی برای فرزند حساب میشته. از سیمپی ششمیم وقتی که خیلی بگم که پون شکران رفتن بعد که خونه با من موند بعد کار کنیم خونه شدم. همه چیزی اوقات باشه میکنم، همش آشه میکنم. وقتی به کار باشم اوقاتم تیار باشه میبافم. خیلی که ما بسیار مهنت میکنیم که بعد روستش چپش فرق میکنیم، بسیار پرتش میکنیم. گلش میمونه بعد ای گلش میفهمش که نه مردونه جیکته مردونه ای میفهمش که چیش کردم. ما امی اولی میگن که نابینا و چشم دیل میبینه ایشه من نمیفهمم، نه که نمی حس میکنیده. وقتی من تلویزیون میمونم گوش میکنم خیال میکنم که ما رو ما دیدستم چه خیلی مویتاشون هویان، چه خیلی چشم دارن، چه خیلی خوش دارن، زنو زیبا و تافتیستن. тавре ҳам дидем ҳар кас зиндагиашро худаш месозад. барои имрӯз барномаи хабарро хулоса мекунем. агар мехоҳед хабаргузоришҳои аз ин бештарро пайдо намоед, пас даъват мекунем ки ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед ва ҳамчунин тамошои видеоҳоро дар канали махсуси мо озоди видео фаромӯш накунед. сипос ки дар ин 15 дақиқа бо мо будед. то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо азизон бошад.